در نشر مخصوص بخش خبر توجه شما را به قرار و فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جلب می‌نماییم. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن حمرعلی زاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهند: یکم، حمرعلی زاده فاروق محمود با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. دوم، فرمان مذکور برای تصدیق با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 4 دکبر سال 2020 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در شتات‌های متحده آمریکا آزاد نمودن سلیم فرهاد مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهند: سلیم فرهاد با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در شتات‌های متحده آمریکا آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 4 دکبر سال 2020 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن قادرزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهند: یکم، قادرزاده سعدی سنگین مراد رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. دوم، فرمان مذکور برای تصدیق با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 4 دکبر سال 2020 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در شتات‌های متحده آمریکا تعیین نمودن حمرعلی زاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهند: حمرعلی زاده فاروق محمود سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در شتات‌های متحده آمریکا تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 4 دکبر سال 2020 در ادامه توجه نمایید به قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 4 دکبر سال 2020 درباره از وظیفه معاون وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن حلیمزاد حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند: حلیمزاد عبدالرحمن داستی با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 4 دکبر سال 2020 درباره از وظیفه معاون وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن جان محمدوی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند: جان محمدوی مهرینما خدادادانه با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 4 دکبر سال 2020 درباره از وظیفه دیرکتور خزینه ثروت‌های دولتی نزد وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن سلطانزاده زبانیسا حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند: سلطانزاده زبانیسا با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه دیرکتور خزینه ثروت‌های دولتی نزد وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 4 دکبر سال 2020 درباره از وظیفه معاون یکم سردار خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یکم سردار خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. دیرکتور اجرایی فیلیال دانشگاه دولتی مسکو به نام لواناسوف در شهر دوشنبه آزاد نمودن میرزایف حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند: میرزایف سایعلا حبیب‌اللهویچ با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه دیرکتور اجرایی فیلیال دانشگاه دولتی مسکو به نام لواناسوف در شهر دوشنبه آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 4 دکبر سال 2020 درباره از وظیفه معاون یکم سردار سر اداره حفظ سیر دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن عوضف حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند: از 4 دکبر سال 2020 درباره از وظیفه دیرکتور مؤسسه دولتی رشد صاحبکاری در ساحه کشاورزی آزاد نمودن سعداللهیف حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند: سعداللهیف حبیب‌الله نعیمویچ بنابر وفاتش از وظیفه دیرکتور مؤسسه دولتی رشد صاحبکاری در ساحه کشاورزی آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 4 دکبر سال 2020 درباره دیرکتور اگنتی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن یوسف زاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:
یوسفزاده عبدوجبار غیرتشاه دیرکتور اگنتی خوجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 4 دکبر سال 2020 درباره معاون وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن سفرزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند سفرزاده رکمینه سفر معاون وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 4 دکبر سال 2020 درباره دیرکتور خزینه ثروت‌های دولتی نزد وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن سفرعلیزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند سفرعلیزاده فاروق محمد جان دیرکتور خزینه ثروت‌های دولتی نزد وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 4 دکبر سال 2020 درباره دیرکتور اجرایی فیلیال دانشگاه دولتی مسکو به نام لمناسوف در شهر دوشنبه تعیین نمودن غنیف. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند غنیف رستم غفوروویچ دیرکتور اجرایی فیلیال دانشگاه دولتی مسکو به نام لمناسوف در شهر دوشنبه تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 4 دکبر سال 2020 درباره معاون یکم دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی توجیک ایرناوگاتسیا تعیین نمودن شادمانبک زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند شادمانبک زاده دوران شادمانبک زاده معاون یکم دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی توجیک ایرناوگاتسیا تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان.